سلام، با هم دیگه بریم چند تا بررسی موردی داشته باشیم از شیادان و افرادی که به دین دروغ میبندن. تو رو خدا انقدر نگید کار نیست. من خودم دنبال کار بودم، یه روز اومدم به مامانم گفتم. سوره آل عمران آیه 73 و 74 روی برگه بدون خط نوشتم گذاشتم به بازش. ای قربونت برم. حالا بگین کار پیدا کرد کارش چیه؟ اگه گفتین دستورالعملی که این مادر گرامی در ژانر هری پاتر بیان کرد مثل مابقی توصیه هایی که در فضای مجازی داره و میلیون ها بار ویو میخوره کاملا دروغ، کاملا خرافه و در هیچ کجای اسلام اصلا همچین چیزی نیومده و امیدواریم که دختر خانم گرامیشون هم در کاری که پیدا کردن خیلی موفق باشن. اگه تو هم دعات مستجاب نمیشه و حاجت روا نمیشی، غسل فلق رو انجام بده. در روز دوشنبه یا چهارشنبه یک پارچ آب قبلا با هم دیگه در مورد غسل فلق صحبت کردیم و توضیح دادیم که این غسل در هیچ کجای اسلام اصلا نیامده و در لیست هیچ کدوم از غسل‌های مستحبی همچین غسلی وجود نداره. اما یک سوال خیلی مهم من دارم، چرا این بلاگرها انقدر علاقه دارن به غسل فلق و هر پیجی رو میبینی یه پست، یه ریلزی در مورد غسل فلق گذاشته و 2 میلیون 3 میلیون هم ویو خورد؟ خدا وکیلی چرا؟ سوره‌ای که ناممکن‌های زندگیت رو ممکن می‌کنه. این سوره یکی از سوره‌های سریع الاجابه هستش. هر خواسته ناممکنی که در زندگی داری میتونی این سوره رو بخونی. داخل کپشن در مورد ختم این سوره گفتم بهتون. هرچند به خاطر مسائل تبلیغاتی از گفتن اسم سوره در داخل ویدیو پرهیز کردی و مردم ارجاع دادی به کپشن، ولی باید بهت بگم که تو خیلی آدم خفنی هستی. تو خیلی آدم خاصی هستی. چون این دستورالعمل رو تو میدونی ولی اون پیغمبری که این سوره بهش وحی شده نمیدونسته. یعنی پیغمبر نمیدونسته که با خوندن این سوره و چله گرفتنش میتونه در داخل شعب ابی طالب ناممکن ها رو ممکن کنه و فقط تو میدونی. اهل بیت چطور؟ آسلی آقای قاضی، آسد هاشم حداد با اون فقری که داشتن نمیدونستن که با ختم این سوره و چله که شما در موردش دستورالعمل ارائه دادی میتونن ناممکن ها رو ممکن کنن. بابا خیلی تو خفنی دختر. خواهی هیچ وقت حساب بانکیت خالی نشه، هیچ وقت بی پول نمونی، هیچ وقت لنگ پول نمونی، زیر بار قرض و بدهی اعصاب و روانت به هم نریزه، یک کلام یا وهابو بنویس روی کاغذ، تا کن بذار تو کیف پولت، 7 روز همراه خودت داشته باش، تستش کن و نتیجهش رو به من بگو. اولا در مورد به همراه داشتن آیات و اذکار خاص در هیچ روایتی اشاره به تعداد روز اصلا نشد. و ثانیا ذیل همین ویدیو و ریلز شما افرادی هستن که کامنت گذاشتن و رفتن تست کردن و به هیچ نتیجه‌ای نرسیدن و شما یا اونها رو بلاک میکنین یا کامنتاشون رو پاک میکنین یا اصلا هیچ جوابی نمیدین. و ثالثاً بهتر نیست با این کمالات کاری به دین مردم نداشته باشی، بری از یک تایتل دیگه با یه موضوع دیگه بری پول در بیاری؟ خیلی بهتره که 4 سال طول کشید تا مطمئن بشم که این 10 تا تکنیک تحت هر شرایطی مگه ما مارمولکی میری از اون بالا دوربین میاری پایین؟ آخه این چه طرز کلیپ ساختن و فیلم برداری؟ حتما باید بلند شی بری 4 سال کارا چیه میکنی مرد حسابی؟ تحت هر شرایطی اگر بلا فاصله قبل از خواب انجام بشه به مدت 10 روز، خدا وکیلی فقط یه دونه همین یه سوالو جواب بدید دیگه تموم. من دیگه پیجمو میبندم میرم. بلا فاصله قبل از خواب یعنی دقیقاً کی؟ خدا وکیلی همین یه دونه همتونم دارید میگید. واقعا بلا فاصله قبل خواب هر دعا و خواسته ای که داشته باشی رو محقق. من 4 سال تحقیر شدم، 4 سال مسخره شدم، 4 سال به هم گفتن دروغ، شبه علم، توهم، خیال پردازیه. خب داداش راست میگفتن دیگه. خب آخه بودا تو که این 10 تا تکنیکو میدونستی برای چی نرفتی یه فرش برای اتاقت بگیری پاد رو موکت نباشه؟ قربون اون پاد برم من. چی نرفتی کمدتو عوض کنی؟
لپتاپ تو عوض کن، زشته، یه پیرن قشنگتر بپوش. آره. اما من این 10 تا تکنیک رو به هر کسی که صاحب فکر هست دادم و 10 شب مستمر و اصولی انجامش داد. به هر خواسته ای که داشت رسید. هر خواسته. نمیخوام. آقا ببین این حرفا دیگه میره رو مخ من. به هر خواسته ای که میخواست رسید. هر خواسته ای تأکید میکنی روش. این دروغ نیست، این کلاهبرداری نیست، این شیادی نیست که تو به مردم دروغ میگی، به مردم وعده الکی میدی به هر خواسته ای. بعد میگه رسید. فعل ماضی به کار میبره مرده که وقیح. نمیدونم والا. با به خدا آدم بره وسط باغ وحش رو دستاش راه بره، ویوش بیشتره تا این چرت پرتا. حتی دروغ هم میخوای بگی درست بگو، قشنگ بگو، یه جوری بگو آدم باور کنه. مثلا اون بنده خدا عباس آقا. این 10 تکنیک رو عمومی کنم. نمیخوام این 10 تکنیک رو اینجا بگم. آقا کجا میخوای منتشر کنی؟ عمومی نمیخوای بکنی، کجا میخوای بذاری؟ نمیخوام این 10 تکنیک حیف بشه. همین الان عدد 7 رو کامنت کن تا لینک کانال 10 تکنیک مهربانه قوانین الهی برات ارسال بشه. خاله چه فرقی کرد؟ الان همه مردم میان عدد 7 رو میذارن. خب این فرقش با اون عمومیه چیه؟ یه واقعا شما عقلم ندارید به خدا. هرچی آدم بی عقل تو این مملکت معروف میشه به خدا. اصلا ول کن بابا، حوصله کلیپ ساختن نداره.